این بحث ما در احکام ازدواج بود. در احکام ازدواج در شرایط عقد خواندن عقد رسانده. در شرایط عقد خواندن عقد چند تا شرط وجود دارد. شرط اولش این بود که شخص عقد را میخواند باید به عربی صحیح بخواند، یعنی خواندن به عربی صحیح بتواند به عربی صحیح خوانده بتواند عقد را. شرط دومش این بود که مرد یا زن وقتی که مثلا یا خودشان یا وکیلی که میگیرن باید از خواندن عقد قصد انشا کنند و اگر قصد انشا نکنند باز عقد خواندن عقدشان مشکل هست. شرط سوم این بود که اون عاقد یا کسی که عقد میخواند باید عاقل باشد، بالغ باشد و اگر عاقل و بالغ نباشد خواندن عقدش اشکال دارد. شرط چهارم اگر وکیلی که از طرف زن و مرد عقد را میخواند باید اون خانم یا اون آقا را باید معین کند، بگه که عقد فلانی را میخوانم، به اسم ببره، مثلا عقد دختر فلانی، مثلا فلانی دختر فلانی برای فلانی پسر فلان نفر را میخوانم. پنجمین شرط که بسیار شرط مهم است که اکثرا در بسیاری جاها رعایت نمی شود این است که باید مرد و زن رضایت به این ازدواج داشته باشند، چون اگر رضایت نباشد عقدشان باطل است. اما اگر در صورتی که دختر باکره که مثلا اول رضایت به عقد نداشته، پدرش یا پدر بزرگش جدش اون به عقد کسی در میارد، بعداً مثلا بعد از عقد اگر رضایت پیدا کند اشکالی ندارد، یا مثلا رضایت داره اما به خاطر خجالت و حیا از اینها نمیتواند اظهار کند، خب رضایت قلبی داشته باشد هم مشکلی ندارد. بعد متاسفانه در بسیاری از مناطق ما شما اتفاق میافتد که مادرها یا برادران بزرگ میروند مثلا برای خواهرشون مثلا یا برای دختر و برای پسر اینها را بدون رضایتشون، بدون که ازشون سوال کنند مثلا به عقد کسی در میارن. در این صورت اگر مادری دختر یا پسری را به عقد در بیارد و به اجبار، این عقدش باطل است. اگر پسر باشد اون مهریه زن را باید مادر بیده نه پسر. چرا؟ چون عقدش هم باطل است و این به اجبار. همچنین برادر، اگر برادری بزرگتری برادری کوچکش مثلا به اجبار براش مثلا خانم بیارد و عقد کند و این عقدش باطل است و این مهریه که است به گردن اون برادر بزرگ میشه و عقدش هم باطل است. لذا در این جهت ها که است هیچ کسی رعایت نمیکنه. یا مثلا عمو برای برادرزاده هاش تعیین تکلیف میکنه که باید با کی ازدواج کنه یا با اینها، به جز پدر و جد هیچ کسی حقی به این ندارد که تعیین تکلیف کنه برای کسی در ازدواج. اما در موارد پدر و جد این هست که باید فقط اجازه اینها شرط است، نگفتن که حتما اینها اختیار تامه دارد، حتی در صورتی که در مصلحت اینها مثلا اولادشان نباشه یا در مصلحتی این آقا یا دختر یا پسر و دختر نباشد اینها را نمیتوانند که به اجبار مثلا عقد بخوانه، عقد ازدواج مثلا به ازدواج کسی در بیارد. سلام علیکم و رحمت